او اهل معامله‌ای که بگویند ترامپ بازنده آن بود نیست. ولی اینکه ما مردم ایران امیدشون رو به این ببندن که ترامپ بیاید و ما را رها کند و اینکه چرا ترامپ از بین بردن خامنه‌ای جلوگیری کرد یا هم. ببینید آقای ترامپ دنبال یک پیروزی انتخاباتیه. او نمیتواند بگوید که من رفتم و خامنه‌ای را حذف کردم به من رأی بدید. وجاهتی ندارد. او باید بگوید من رفتم خامنه‌ای را تسلیم خودم کردم که وجاهت سیاسی داشته باشد. پیروزی یعنی تسلیم خامنه‌ای در مقابل ترامپ. حالا شما بپرسید آیا این پیروزی در حد پوست‌اندازی تمام میشه؟ آقای ترامپ به پوست‌اندازی فکر نمی کند. آقای ترامپ فقط و فقط به تسلیم خامنه‌ای در برابر خودش فکر میکنه.